سلام بچه ها، چطور رو فرشاد هستم. امروز اومدیم با افتالک 2. افتالک یک بچه ها کامل خراب نشد و بچه هایی که تو آپارات هستن افتالک یک رو نمیتونم ببینم. چرا؟ چون که دوتا از ویدیو هم پاک شده. یکیش همین افتالک یک و یکیش لحظات خنده‌دار فرودناک بود. بچه من خیلی زحمت کشیدم روش. الان هم از ادیت کردن ویدیو قبلی دارم میام، از ادیت کردن ویدیوی کیپ تاکینگ نمبر اسپویلین اما بنال تا نترکم. یکی دیگه هست بچه ها و اون اینه که ویدیویی که ما درست کرده بودیم الان ارزم به خدمتتون که 17,000 تا بازدید خورد بچه ها. من واقعا چطور بگم بچه، من خیلی خوشحال شدم از اینکه آره 17,000 تا بازدید. خب آخرین باری که رفتم شماره دو کنندم رو دیدم 181 نفر بودیم، 2 نفر آنفالو کردن. مشکلی نیست. من به همین تک تک 179 نفرتون رو نیاز دارم. دارم احساسی میشم بچه ها یه عالم کامنت گذاشتی و اصلا من انتظار نداشتم. هر ثانیه ببین همین بیا همین الان دارم فالو میکنی. مرسی بچه ها، واقعا مرسی. اون عالم کامنت گذاشتی. اول یه چند تا حرف دارم براتون که بهتون بگم. بچه ها ویدیومون بیکیفیت نمیشه، داره بیکیفیت تر میشه. چرا؟ چون که مثلا ویدیو جدیدمون تامنیل نداشت، به خاطر اینکه فتوشاپ هم خراب شد و پریمیرم وضعش خرابه. کلا همین برای ما یه عالم مشکل دارم سرم. بازی های جدید که مثلا قرار بیا مثلا 2 روز دیگه واچ داگز لیگن میاد و من هنوز نمیتونم واچ داگز رو روی پی سی اجرا کنم و مشکلات خیلی زیادی دارم بچه ها و اصلا نمیتونم همه اینا رو یکی مثلا بذارم. مثلا یک رو گذاشتم یکی دیگه میاد سری. بچه ها این واقعا سختی کارم داخل آپارات. 2 نفرمونم آنفالو شدیم. من خیلی ناراحت شدم چرا آنفالو شدیم. 181 نفر بودیم شدیم 179 نفر و چیزی نمیده تا درآمدزای. امیدوارم که آپارات درآمدزایش خوب باشه و تا با هم میتونیم بازی جدیدتر و سیستم قوی‌تر و کیفیت بهتر براتون ویدیو ضبط کنیم. این ویدیو که میبینید ظاهرش اینطوریه، یعنی مثلا ویدیوهای من رو میبینی ظاهرشون اینطوریه که مثلا برای خیلی گرافیکی و خیلی مثلا با کیفیت اینو درست میکنم. باطنش یه چیز دیگه است. خدا میدونه باطنش چیه بچه ها. و یه چیز دیگه بچه ها، کار من داره شدیدتر میشه و کم کم میتونم ویدیو بذارم. از یه طرف بعضی از بچه ها مثلا بعضی از روزا نمیتونم بیان بازی کنن. الان 4 روز همین لباسو پوشیدم، همین تیپم، این روسری من. خب آره واقعا سری داره سرم و همین دیگه. یه ویدیو دیگه هم بازنش کرده بودم برای سرگرمی چرا مدرسه و خب من با حرفاش کاملا موافقم و یه چیزی توی اینترنت شیر شده. یه نفر اومده و توی کامنت ها، توی زیر همین کامنت ها من کامنت های جدید رو رفتم باز کردم، گفته بود که به خدا این دوست من. آره بچه ها، این دوست من نیست، ولی یکی از بچه ها که اسمش نیما بود و صداشم مثل همون یارو کلوف بودیم بویسو برای من فرستاد و بعضی از بچه ها واقعا جوی میشن نمیفهمم، ولی مشکلی نیست. حقشونه بذار بگم رفیقشم. مثلا من منم رفیق یکی از بچه هم. من رفیق محمد هم، رفیق ایلیا، رفیق سهرزا، رفیق امیر، رفیق خطر جوکرم، رفیق شما عزیزان 179 نفری هستیم که من رو داریم فالو میکنید. بگذاریم بریم سراغ کامنت ها و جواب بدیم به شما در مورد مومو بچه ها. پس اگه شما از این ویدیوها دارم میبینم که خیلی دوست دارین مثلا جنجالی و در مومو نهنگابی اینو باشه، مشکلی نیست. بیشتر براتون سعی میکنم که براتون بیشتر بذارم.
قبلش که بریم کامنت ها رو بخونیم بچه ها، یه چند تا چیز بهتون بگم. ضریپالم درست شد. از این بعد توی دیسکریپشن میتونید هر چقدر دوست داشتید بنده رو دونیت کنید. حالا اگه یه ریالم باشه بازم خودش یه نعمته. و بچه ها ببینید که من یادم رفت خواستم چی بگم، ولش اصلا مهم نیست. میریم سراغ مومو. و اگه حمایتاتون که به شدت بالا بود، چند تا لایک خوردن، من واسه برم ببین 22 تا نوتیفیکیشن و اینا داره تکرار میشه. من میفهمم 1000 تا لایک خوردم به هم 181 فالو مال رفرش نشدنه. مومو بدتر گرانی. آخر ما سر این چیزا اصلا این بچه ها شوخی نداریم. اوکی، ما سر اینا شوخی نداریم چون که اینا واقعا تهدیدهای خیلی بزرگی هستن. واسه همین نمیتونم اینا شوخی بگیرم که یکی بیاد ویدیوشو بسازه. ولی خب اگه مثلا باحال داره حالا به مشکل نیست. ویدیو من دقیقا کردمش فیکس 15 دقیقه صدا رو براتون باز کردم و گذاشتم و توی همین 15 دقیقه کل حرف زدم براتون در مورد مومو اینا. ولی خب جوابشون خیلی خیلی کم بهتون گفتن، ریدم داخل همه چیز میدونن بچه‌ها. و یه چیزی مشکل بعضی بچه‌ها گفتن مشکل نوتیفیکیشن داری. آره این 2-0 رفت و نمی‌رسه بچه‌ها. فرشاد آندرلاین اف خب فرشاد 207 آندرلاین اف و این آخریش هم فرشاد اف 6301 که و توی یوتیوب من سرچ کنید فرشاد 20 رفته بچه‌ها. لیتس گو بریم سراغ کامنتاتون خیلی زیاد بود. بازم میگم مرسی. اولین کامنت ها در مورد بازی زولا 3 هفته پیش. اگه خواستید بیاید دست من پلی بدید، من تازه شروع کردم. آقا زولای من کجاست؟ این بازی کممه. زولای من اینجاست و خیلی خیلی کم پلی میدم. مثلا بعضی وقتا با ممرزایی رو پلی میدم خیلی کم. آخرین بارم با ممرزا پلی دادم که خودش این ویدیو گرفته، بریم ببینینش. لینک آره دیگه این بار باید بذارم لینک کانالش توی دیسکریپشن هست، بریم ببینین و لذت ببرین. لینک کانال سیزا من یادم رفت بذارم، برم ادیت کنم بذارم. من از اطلاعاتی قربانتون، ما کار ما اینه که شما بمونید، شما آسیب نبینید. واسه همین یه یوتیوبر یا یه آپارات مثلا میاد یه هشداری به شما میده. واسه همین میکی موز بدتره. راستی بچه‌ها میکی موز و مومو این دوتا مثل همه، یعنی ببینید جفتشون از دارک وب دارن کنترل میشن. این مومویی که قبلا بود الان تو ایران اومده به خاطر دارک وبه و واسه همین من پیام دادم از اون من گیم نر کارنا هومن گیم نر خدا خیره بده. مرسی واقعا. اینم اون پیامی که جوابشو دادم. آره پی ام میده ولی نباید سیم کنی. درسته بچه سیم نکنی، مجبور بودی پشمام میریزی. خب بچه هستی این ویدیو رو نبینی، چرا میرید مثلا میرید توی لیست حوادث این حرفا. ولی لایک و فالو کنی. بازم ممنون بابت ویدیو قربانت. پشمای من بیشتر. والا نمیدونم یه نفر اومد تو پیویم گفت من از تیم هکران دارک وب هستم، ولی که فهمیدن نباید و پروفایل میکی موز هم نبود. خب بعضی وقتا مومو بعضی وقتا میکی موزه بچه. اگه دین بین این دوتا نبود شکشو نکنید. بیا بچه من یک کم اطلاعات در مورد مومو به شما بدم. مومو شمارش ایرانی نیست اصلا. 0917 و 0933 و 0939 و هرچی شماره ایران سل مال شهر خودتون. البته ما اینو مال شهر ماست. هرچی مال ایران سل شهر خودتون نیست بچه‌ها. شمارش مجازیه. مثلا مثبت 1 توی پرانتز 916. پشما مرسی. من که خیلی میترسم. ببین بچه‌ها بهترین کار وقتی که مومو بهتون پیام میده یا از این حرفا اینه که نترسی. یعنی اگه بترسی کارتون تمومه. هول میشی، یا میری سین میکنی، یا میری پیام میدی، یا هر چی داشت گوش میکنی تا آخرش که به خودکشی برسی. عزیزم یا تو کار ویدیو آخری که مونده به آخر نگاه کن.
اوکی. 6.5 hours later. این چرا ویدیوی والکوور رو گذاشته؟ چرا ویدیو سعید رو میذاری خدا وکیلی؟ چرا ویدیوی آره این با این چیز داداشم گفت واقعا داستان مومو داستان کارگردان نهنگ آبی با میکی موز و مومو دوست بود و این حرفا که اینا رو همشون من قرار در بیارم براتون. چقدر پیام میدی اوورگا فالوت کردم، مرسی به خدا، مرسی دنبالی به دنبال و گردن آنفالو هستی. فکر کنم این آنفالو کرده. ببینم من این بچه عادت من اینه که من ویدیو مثلا کانال یه نفر میگه فالو کن، میرم ویدیوشو ببینم و اگه خوشم اومد آره چرا فالو نکنم. یا حضرت کرونا، واقعا یا حضرت کرونا، خود کرونا کمک میکنه. من شما رو ماما ایرانی و هم خارجی دارم میترسم بهشون پیام بدم، حذفشون کن. هر کی فالو کنه در جا فالو میشه بدون شک، بدون خب این کورس جیلیکس این ویدیو اینو چرا گذاشتی؟ آقا این ماشین پاشی من بخوام اینو بدم تصرفه 365 تا فالوور داره. اینو نگاه آقا منم میخوام. آقا من فالوش کردم، مرسی. این مجسم من بهش پی دادم سین نکرد، به جاش بلاک کرد. خب بعد من تو موموی اون رو بعد من تو موموی اون رو ترسوندی. یه رزا باشه بهش پیام دادم سین که نکرده هیچ، بلاک به جاش بلاک کرد. تو موموی بچه ها راست میگه. من کی دورو گفتم؟ من بلاکش کردم. آفرین. اگه بلاکش کنی انگار هیچ کاری نکردی، چون هکر دوباره باز بهتون پیام ترسام گیره. ببین گفتم بهتون بلاکش نکنید، دیلیتش کنید، اصلا این چیزا رو از ذهنتون دور کن. من خودم 15 سالمه، این چیزا رو همه از ذهنتون دور کن، بندازین بیرون. اصلا اینا براتون مهم، اصلا مهم نباشه براتون. حاجی این عکسش که بیشتر همون خنده دار تا گریه. به خدا منم میخندیدم، چشاش این دهنش تا بناگوش بالا. به دوست سلام برسون. چه شده هنوز زنده؟ برای جواب من اصلا ببینی هنوز زنده است، نمیدونم چرا نمیمیره. واقعا بچه‌ها آقا طرفو فوش نده، شاید نمیدونست. همونجا گفتم رفیقم به چیز رفت، خب همونجا فکر کنم داره حرف میزنه، آقا فوشش نده، شاید نمیدونسته. خداحافظ، ممنون همچنین، مرسی. وای همین الان به دوستم به هم وش داد، مومو بهش تصویر زنگ من باور میکنه. یه ویدیو باید در مورد هر 4 تا این برنامه درست کنم. من کانتنت میخوام، کانتنت 11 سال تو جوونی نه من ویدیو رو ببینی. من ویدیو رو ساختم برای خانواده، نه برای بچه‌ها که بچه‌ها ویدیو رو ببینن. بهم پیام داد، بهش پیام دادم، الان 8 روز گذشته گوی نخورده بابا. اگه بهتون پیام داد و میترسی سر من پلیس فتا گزارش بدید هیچ گویی نمیخوره. آفرین. اصلا بهترین کامنتی که تا الان شنیدم. چه من سلام مومو، اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی، نگران نباشید. اگه پیام داد با آدرس زیر برید. هر گونه مشکل و مهارت مشکوک در فضای مجازی رو با صورت پلیس فتا به نشانی پلیس سایبر دادار یا شماره تلفن 0963 80 در میان بگذارید. ببینید بچه‌ها، همونطور که اول ویدیو گفت، اول که نه وسطای ویدیو گفتم، موموی هرمزگان رو گرفتن. هرمزگان هم نمیفهمم، بندر رو نمیفهمم کجا کلا گرفتن. اوکی این از این. و ممکنه دوباره بهتون پیام بدن، حالا 1 سال بگذره، هر چقدر بگذره بهتون ممکنه پیام بدن. پس be careful guys.
عالی. این سر ویدیوی بخندی باختی من پاره شدم. بری ببینیم. من پیام داده برادر پسر عموم به خاطر همین پدر خودکشی کرده. ضبط کردم. چقدر جدی بود. خدا رحمتش کنه واقعا. ناراحت شدم بچه از این که ویدیو همه تو نرسیده و بعضی ها رو مثلا خودکشی داده و آره ببخشید. تو چیکار میکنی سرزو؟ 1 2 3 4 تا مرسی. این حرفا چی آخه؟ هر کس گفت خودتو بکش و خودتو بکشی. آره نمیدونم. من 14 سالمه نمیترسم ولی ترسناک شماره شو دارم. ترسناکه ولی نترسید. من میرفتم پیویش فوش به فارسی میدادم، پیویش به دوستانم میدادم. خب الان اگه واقعی بود چی کار میکنی؟ اگه واقعی بود خب همین رفاقاتو داده همه رفتن. خب هر کسی پروفایل مومو داره و انگلیسی مینویسه که موموی واقعی نیست، بیشترش من اذیت کردنه. مشکل اینجاست که واقعی و فیک تشخیص داده نمیشن. پس بهتره که اصلا نترسیم و اوضاع رو بدتر نکنیم. اوضاع خیلی هنرمندی نوشید درصد آورده به 103 نوشید اوضاع رو. سر این کلمه ها واقعا احساسی میشم. نمیفهمم چرا. وظیفه من داخل این یک کانال گیمینگه ولی خب دیدم که بعضی چیزا لازم، مثلا خمیدن شما اولویات اول منه و دوست دارم مثلا توی هر ویدیویی که میسازم یک کمی حداقل بخندونم بتونید که این وظیفه رو من دارم درست انجام میدم. فکر کنم ما هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. داداش دم اگر بازش کردم. مرسی. پارای جون هر که دوست داری کپی رایت نکن. من این هدفونمو بذارم. این هدفونه. بچه‌ها که میکروفون داره اون میکروفون نداره. اون الان میکروفونمه. به خدا. دقیقاً همین ویدیوها. اینجا بندر نیست البته. اینجا بندر عباس نیست. هواش آلوده است. تهرانه؟ اوه همه نیرو انتظامی ریختن و اوه تو شهر دارن میگردن. آره این اصلیه. فکر کنم موما اصلی هست تو ایران البته، نه تو جای دیگه. محکم تر بزنی. حق این یارو بیشتر از این. همه گوشی به دست و چرا کسی وایس رو پخش نمی‌کنه؟ بفهمید چی میگن. این میکروفون علکی جلو دارن نمیگیرن. سزای مردم همینه که من با بچه بزرگم، چون که فهمیدیم چی به چیه و دیگه چیز دیگه. همه اینا در مورد مومو هست که بعضی میگن مومو دستگیر شد و مومو ژاپنی رو برای بچه‌های سال خورده و روانشناسی و دروغگو. من اشتباه کردم. خب مرسی از اینکه تماشا کردید. مومو دستگیر شد بچه‌ها، نگران نباشید ولی خب همیشه مراقب باشید. ویدیوهای بعدی قراره در ویدیوی بعدی که فکر کنم افتالک باشه، نه یا شاید مثلا در قالب افتالک نباشه، در مورد نهنگ آبی و مومو از این حرفا صحبت میکنم و خطراتی که دارن و روی بچه‌ها تاثیر منفی میذارن. و مرسی از اینکه تماشا کردید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اگه در یوتیوب نگاه میکنید تو آپارات فالو کنید، همه کارو بکنید. مشقاتون رو بنویسید، درساتون رو بخونید، مدرسه رو ول نکنید.